یو بازارش بچه‌ها خیلی خوش اومدین به یکی از خفن ترین ویدیوهای دیگه‌مون. من رفتم از یه جای یوتیوب براتون دو تا فیلم هوش مصنوعی آره مثلا 8 موضوع بچه‌ها قرار اینا رو با هم دیگه ببینیم و مورد بررسی قرار بدیم و خیلی اصلا شدت سم بودن اون فیلم‌ها واقعا زیاده. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید بزنیم بریم سراغ ویدیو خفن. اول ویدیو بهتون نشون بدم بچه‌ها ویدیو اولی رو با هم دیگه تماشا بکنیم که درباره طوفان خورشیدی بنفش هستش، بریم با هم دیگه نگاش کنیم. بله شدت سم بودن رو توی این فیلم داشتیم تماشا می‌کردیم که اصلا چرا با هوش مصنوعی همین چیزی رو درست بکنه. و هم بچه این در واقع هم فقط هوش مصنوعی رو درست نکرده، هوش مصنوعی فقط سکانس‌هاشو درست کرده، یه ادیتوری کسی اومده اینا رو با هم دیگه ادغامشون کرده، ادیتشون کرده و هم درآمد همین دیگه. بچه‌ها میدونم بچه‌ها که کیفیت ویدیو خیلی پایین بود، این ویدیو 4K بود بچه‌ها تو یوتیوب توسط کانال بود اینا که همین کار رو انجام میده و عجب 4K بود و من تو می‌خواستم دانلودش بکنم چون حجمش خیلی زیاد بود اینا اشیشو دانلود کردم که دیگه قد شد دیگه ری توش قشنگ. آقا بچه داستان این بوده که تمام یه طوفان خورشیدی مثلا فضایا روی زمین هستن و روی بالای سیاره زمین هستن و هم روشن هم بیرونشن. بعد طوفان خورشیدی اتفاق میفته، چند تا سفینه فضایی تو فضا منفجر میشن، فضایا پخ میشن، بعد میخوره به زمین. بچه شهر پاریس رو نشون داد که پاریس هم داشت به فنا میرفت، بعد شهر نیویورک هم داشت به فنا میرفت و اصلا من موندم قصد اون ادیتوری که با اون هوش مصنوعی اومد این فیلم رو ساخته شرکت کردن توی ساخت این فیلم دقیقاً نیتشون چی بوده. آقا من فقط نیتشون میخوام بدونم، وگرنه به غیر از شما رو آدرسشون که دیگه اونم میخوام چیز دیگه رو نمیخوام، فقط میخوام بهشون بگم که دقیقاً نیت در ساخت این چیزی چی بوده. در بچه‌ها اگه تا اینجای ویدیو حال کردین ممنونتون میشم که روز لایک و سابسکرایب بکنید که از نمایت کرده باشین. دمتون گرم بچه‌ها. و اگر شما که دارید سابسکرایب میکنید و لایک میکنید خوشت میاد از کانال من بچه‌ها، از اول اینو بهتون میگم بچه‌ها من درباره محتواهای سریع همین تولید میکنم و اگر شما هنوز سابسکرایب کنید آقا لطفا یه کامنت انگلیسی هم بذارید که حداقل برو تو کانالم یه ویدیو دیگر ببین که الگوریتم یوتیوب شما رو بات شناسایی نکنه. از ازتون ممنون میشه که اگه دارید سابسکرایب میکنی حداقل برو تو کانال یه ویدیو دیگه هم ببین، ویدیو لایک کن، کامنت هم انگلیسی هم حداقل بذار، یه کامنت انگلیسی گودی نایسی فریگودی همچین چیزی بچه‌ها بذار و دیگه دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. ویدیو دومی بچه‌ها HD ولی خب خود کیفیتش نسبت به قبلیه بهتره، اونم بچه‌ها بریم با هم دیگه تماشا بکنیم.
انیشتین و ایلون ماسک حاجی جون در کنار هم دیگه در حال جنگیدن با فرازمینی‌ها. بچه جنبه خیلی فانی داشت. من از این فیلم خوشم اومد، نمره بهش میدم، عالی بود، خوب بود، جنبه فانی داشت ولی خب خورده عجیب غریب بود. اینکه انیشتین تو زمانی که چیزا رو چیکار می‌کنه اینا و اصلا اسنایپ زدن ایلون ماسک هم خیلی خنده‌دار بود، اون تیکش که داره اسنایپ میزنه اینا. ولی بچه اون قسمتی که سفینه فضایی داره منفجر میشه واقعا خیلی خفن بود. واقعا من واقعا حال کردم با این فیلمی که هوش مصنوعی ساخته با این ادیتور. بچه واقعا خیلی خفن بود. اصلا پنج میلیون یک سری سوتیان بچه داده بود که خود ادیتور هم بهشون دقت کرد و فکر کنم عمدن اون ویدیو رو گذاشت که جمع فان داشته باشه ویدیو. مثلا قسمتی که بچه‌ای که انیشتین توی دفتر رئیس جمهور آمریکا بود داشت مثلا کتاب می‌خوند. من کتاب دیدم بچه‌ها چه برای سرش اومد تو سکانس بعدی و اصلا شکل انیشتین کلا عوض شده جوری. یه ورش عینک بود، یه ورش عینک نبود. اولش ایلان ماسک هم واقعا خیلی خوب، ولی تو اون تیکه آخرش که دیگه ایلان ماسک داره مثلا اینجوری با اوبات راه میره، بعد برج ایفل هم که بالاشو کلی از تیکای سفینه که اون بالا منفجر شده داره میخوره زمین و مردم دور برش دارن فرار میکنن. اینجا بچه‌ها واقعا شکل ایلان ماسک خیلی بد کشیده بود، خیلی بد طراحی کرده بود و واقعا خیلی بد شده بود. ولی در کنار خیلی خفن و فوق‌العاده‌ای شده بود از نظر من. البته اگه بخوام به این فیلم نمره بدم، بنده نمره 4 از 5 بهش میدم. آخر کیفیتش پایین بود، صوتی اینا زیاد داشت و داستانش هم چرت و پرت بود بچه‌ها. ولی یه قسمت جالبش اینه که بچه‌ها اون فیلم تو یه قسمتش تو ایران بود، انگار ادیتور ایرانیه که داره این کارو رو انجام میده و یه تیکه از ایران هم آورد که بگه ما ایرانی هستیم بچه‌ها. آخه ایرانی‌ها پرچمشون همیشه بالا سینا و من همیشه نمیگم ولی الان دارم میگم. بچه‌ها الان بحث هوش مصنوعی شده، ویدیو در مورد هوش مصنوعی. آقا من یه سایتی پیدا کردم که بهش تصویر میدی تبدیلش میکنه به یه دونه ویدیو با هوش مصنوعی بچه‌ها که من پروفایل همین کانال یوتیوبمو دادم بهش. اصلا این چیزو مشت خدای آقا جان دست داره، خدای نمره داره، در زدن داره، کف داره و چند تا از تامنیل ها هم بچه‌ها بهش دادم. اصلا این چیز خیلی خوب و خفنی کرده بچه‌ها. بریم با هم دیگه اون رو تماشا بکنیم. و بچه‌ای که میخوان اون با اون هوش مصنوعی کار کنن و میخوان آدرس سایتش رو بهتون بگم، تو اصلا کامنت ها ازم درخواست کنید بهتون اصلا جواب میدم و حالا آدرس سایت رو براتون رسیدیم. بخش آخر این ویدیو. ممنونم که تا اینجا تماشا کردید. ویدیو کوتاه بود ولی خب دیگه ارزش داشت که نگاه بکنید. ممنونتون میشم که رو گزینه لایک و سابسکرایب زیر بکنید که از من حمایت کرده باشید. دمتون گرم که دارین حمایت میکنید بچه‌ها. تو رو خدا بچه‌ها اگه دارین سابسکرایب میکنید بچه‌ها، من تقریبا چند هفته است که تعداد سابسکرایب هم رو همون 142 تا مونده. خب واقعا خیلی بده. پس ممنونتون میشم که روی گزینه دیگه لایک کنید سابسکرایب بکنید و زمانی که سابسکرایب کردید بچه‌ها برید تو کانال حداقل یه ویدیو دیگه هم ببینید یا حداقل یه کامنت انگلیسی هم بزنید که یوتیوب سابتون رو نپرونه بچه‌ها. ممنونم که در این ویدیو با من بودین و تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.